افشای حقایق تازه رابطه نغمه با جنرال دوستم. نغمه چرا با جنرال دوستم عصادت دارد؟ و آیا حرفهای جدید نغمه حقیقت دارد؟ نغمه در کجاست و مصروف چی کار باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. نغمه هنرمند بی‌بدیل، خوش صدا و ناماشنای افغانستان که بیشتر از 5 دهه می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت می کند. خانم نغمه همسر آقای منگل، اکنون همسر غلاب نبی، یک تن از رهبران مجاهدین سابق می باشد. نغمه در کشور امریکا زندگی می کند. وی در زمان جمهوریت بارها به افغانستان می آمد و کنسرت های برای علاقمندانش ثبت می کرد. نغمه در محافل شخصی زورمندان افغانستان اشتراک می کرد و برایشان آهنگ می سرود. جدیداً خانم نغمه حقایق و رازهای پنهانی رابطه‌اش با جنرال دوستم را افشا کرده است. وی در جدیدترین لایفش که در صفحه اینستاگرامش آمده بود بیان کرده در زمان جمهوریت دوستم با زور من را به خانه‌اش می برد و از من تقاضای سرودن آهنگ‌های به زبان ازبکی و ترکمنی داشت. منم مجبور بودم تا برایش می سرودم. هرچند سرودن آهنگ ازبکی و ترکمنی برای نغمه خیلی سخت بوده است. اکنون نغمه در کشور امریکا است و مدت 2 ساله می شود دیگر آهنگ برای علاقمندانش ثبت نکرده است. ولی هر کس خودش می داند و تصمیمات زندگیش. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان خانم نغمه به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.